این بار اومدم که در بازه قیمتی 2 میلیارد تا 2 میلیارد و 500 گزینه‌ای که میتونید در این بازه قیمت خریداری کنید و بهتون معرفی کنم. اگر قصد در این بازه قیمتی خودرو خریداری بکنید یا اصلا بدونید در این بازه قیمتی چه خودرویی هست و چه خودرویی مناسب تر هست، با من حتما تا آخر این ویدیو همراه باشید. عرض میکنم خدمت تمام شما بینندگان عزیز و محترم، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. قبل از اینکه بپردازم به 27 گزینه‌ای که قرار در این بازه قیمتی 2 میلیارد تا 2 میلیارد و 500 به شما معرفی کنم، اگر یه درصد این ویدیو به کارت اومد، یه ذره برات ارزشمند بود و حالا یه ذره مفید واقع شد، حتما یاد نره که چنل رو سابسکرایب بکنی، زنگولش هم حتما بزن و لایک هم بزن. حالا نظراتت هم در رابطه با این گزینه‌ای که بهت معرفی میکنم بگو و گزینه‌های دیگه هم که فکر می‌کنی در این بازه قیمتی هست و من داخل این ویدیو نیاوردم داخل کامنت ها حتما بنویس. بریم بپردازیم به گزینه‌ها. اولین گزینه فونیکس افیکس هست و حالا به عنوان خودروی اسپورت خوش‌دار میتونید در این بازه قیمت خریداری بکنید. گزینه بعدی تیگو 7 پرو ای پلاس هست که تازه هم شاید فروش گذاشته و تازه هم هنوز فکر نمی کنم تحویل داده شده باشه، تازه هم تقریبا داره وارد بازار میشه. حالا اونم داخل این بازه قیمتی هست. بازه قیمتی که داخل کارخونه داشت از 2 میلیارد پایین‌تر، اما داخل بازار پیش بینی میشه که احتمال زیاد بیشتر از 2 میلیارد باشه. گزینه بعدی آریزو 8 هست، یک سدان لوکس و به نظر من خیلی خوش قیمت، 2 میلیارد و 180. اما میگم که این سه تا گزینه اولیه که معرفی کردم شرکت عرضه کنندشون متاسفانه مدیران خودرو هست. خیلی به این قضیه مشکلات مدیران خودرو اشاره کردم، همچنانم الان اواسط مهر ماه سال 1403 ادامه داره مشکلات مدیران خودرو. حالا آریزو 8 به عنوان یک سدان لوکس میشه گفت، اسپورت میشه گفت، بزرگ میشه گفت، پر آپشن میشه گفت، از همه لحاظ سره و حالا متاسفانه از نظر شرکت عرضه کنندش دیگه پایین ترین رده است. حالا به حال اون گزینه هم در کارخانه 2 میلیارد و 180 به فروش رسیده، حالا اونم میتونید خریداری بکنید، اما شاید داخل بازار بازی قیمتی مقدار بالاتر. گزینه بعدی دیگنیتی پرستیژ و گزینه بعدی هم فیدلیتی پرستیژ. حالا در ارتباط با دیگنیتی پرستیژ نکته خاص نمیتونم بگم. شما حالا موتورش درست 2000 هست، اما شتاب آنچنان خوبی و جذابی به نسبت دیگنیتی پرایم نمیتونید از این خودرو انتظار داشته باشید. و فیدلیتی پرستیژ هم یک گزینه خوب و معقولی است که میتونید در بازار قیمت خریداری بکنید، اما نمیدونم چرا بهمن موتور شاید فروش قد کم میذاره و اصلا نمیذاره و شاید فروش خودرو باید ارزش یه مقدار بیشتر بشه و به نظر میذاره قیمتش هم خیلی پایینه، باید یه مقداری بالاتر بره داخل بحث کارخونه. گزینه بعدی سوبای M4، یک خودروی MPV، حالا این کلاس جدید بهش میگن MPV. حالا به خودرویی که افراد خاص و افرادی که حالا سلیقه‌ش یه مقدار متفاوت سراغ این خودرو میرن، اما کسایی که هدفشون مسافرت از خودرو هست، این گزینه خوبی است و احتمالاً به کارشون خواهد آمد و تمام سرنشینایی که داخل این خودرو هستن آسایش و آرامش رو خواهند داشت. گزینه بعدی چانگان CS55 پلاس هست که اونم یه خودرو خوبه است. حالا دیگه خودتون میتونید تحقیق کنید و پیدا بکنید. مهمتر از نکتهش این که وارداتی گزینه مثبتی، پان مثبت که این خودرو داره وارداتی و پان منفی که داره عرضه کنندش سایت است. گزینه بعدی هم پونچه EQM5 هست که اونم حالا یک خودروی برقیه که حالا شما میتونید انتخابش بکنید. حالا خودروی بدی نیست، تازه وارد بازار شده، خیلی آنچنان هم که باید شد ازش استقبال نشده. حالا اون گزینه هم میتونید عنوان یک خودروی پاک استفاده بکنید. و
و اما گزینه بعدی لاماری ایمای هیبرید که حالا اونم یک خودروی وارداتی است که حالا شما میتونید اون خودرو رو انتخاب بکنید. گزینه بعدی هم هیوندای اکسنت 2024 یا 2023 هست که اونم یک خودروی حالا وارداتی جدید هست که حالا میتونید اون خودرو هم به عنوان یک خودروی شهری انتخاب بکنید. البته بازه قیمتش بازه گرونی است و کسی که این خودرو به عنوان خودروی شهری استفاده بکنه واقعا پولداره و خیلی. گزینه بعدی هیوندای الانترا است که اونم با مدل 2020 یا 2024 میتونید خریداری بکنید. فوق العاده آپشن کمی داره اما یک سدانیه که حالا به نسبت قیمتش آپشن کمی داره اما یک سدانیه که میتونم بگم حالا در کلاس متوسطی است و حالا کوچیک نیست و فول سایز هم نیست اما از نظر فضای کابین اینا راضی خواهید بود و مشکل خاصی نخواهید داشت. گزینه بعدی کیای اپتیمای 2014 یا 2015 که میتونید در این بازه قیمتی خریداری بکنید که حالا اونم یک خودروی بدی نیست اگر یک گزینه معقول شو بتونید پیدا بکنید. گزینه بعدی کیای اسپورتیج هست که اونم با همین مدل 2014 2015 میتونید خریداری بکنید در این بازه قیمتی که حالا اینا میگم باید یکم بگردید که بتونید یک نسخه سالم و درست درمونش رو پیدا بکنید با این قیمت دیگه نهایتا 2 میلیارد 500. گزینه بعدی کیای کادنزا هست که حالا اون کیای کادنزا هم میتونید انتخاب بکنید به عنوان یک سدان، حالا مثلا به عنوان جایگزینی مثلا اپتیما کسایی که دلشون نخواد اپتیما رو بگیرن که حالا که برمیگرده به سلیقه و اینا اما از نظر بازار خرید فروش اپتیما خیلی بهتره. گزینه بعدی جنسیس هست که حالا اونم فکر نکنم نسخه درست درمون سالمشه و بتونید در این بازه قیمت خریداری بکنید اما یک خودرویی هست که میتونید در این بازه قیمت خریداری بکنید و حالا به عنوان یک سدان بزرگ حالا بعضی موقع بعضا هم شده که تشریفاتی استفاده کنید. گزینه بعدی هیوندای سوناتا هست که هیوندای سوناتا با مدل 2013-14 یا حتی 12 میتونید خریداری بکنید که حالا اونم برمیگرده به سلیقه خودتون که بین حالا سدان بخواید یا کلاس‌های و بین این سدان هایی که از هیوندا و کیا یا حتی یه دونم از فونیکس هست کدوم گزینه رو میپسندید و انتخابش میکنید. خب شما اگر قصد داشته باشید در این بازه قیمتی پیکاپ خریداری هم بکنید با میتونید فوتون G7 خریداری بکنید به عنوان یک محصولی از ایران خودرو و KMC تینان که حالا اونم به تازگی تحویل داده شده و به تازگی وارد بازار شده که حالا از تیاش خیلی استقبال شد و حالا رفتیم داخل تینان که حالا پیش بینی میشه از اون استقبال خوبش اما نبندست پیش بینی میشه. حالا شما اگر پیکاپ بخواید در این بازه قیمتی این دو تا گزینه هست. حالا اگر گزینه‌های دیگه پیکاپی در این بازه قیمتی بود حتما شما هم داخل کامنت ها بنویسید که ما هم در جریان باشیم و یک راهنمای خریدی باشه برای دیگران. گزینه بعدی هیوندای توسان هست که توسانی هم که میتونید در این بازه قیمت خریداری بکنید هم با مدل 2013-14 نهایتا 15 هست که میتونید در این بازه قیمتی خریداری بکنید. گزینه بعدی نیسان تیانا هست که اونم حالا معمولا رده‌ها که از این رده‌های قیمتی که از این خودرو می‌بینیم در زیر 2 میلیارد هست اما یک نسخه خیلی ترتمیز و خوبش رو میتونید در این بازه قیمتی با قیمت 2 میلیارد 2 میلیارد 100 2 میلیارد 200 حالا معمولا خریداری بکنید و راضی باشید. اما بازار خرید فروش این خودرو بسیار بسیار ضعیف است که حالا اکثریت هم در جنش هستید و حالا اگر نیستید حتما بتونید. گزینه بعدی فیات 500 هست که حالا قیمتش خیلی بالا بود الان نزدیک 2 میلیارد و 500 و حتی بعضا گزینه‌های هم زیادی هم دیده میشه که زیر 2 میلیارد و 500 هست که میتونید این خودرو هم خریداری بکنید به عنوان یک خودرویی که حالا مثلا فیس مینی داره، مینی کوپر. حالا دیگه خودتون میدونید که حالا ببین این خودرو رو علاقه‌مند بهش هستید یا نه.
گزینه بعدی سورنتوی 2010 یا 2011 یا حتی 12 یا حتی دیگه 13 هم میتونید در این بازه قیمتی خریداری بکنید به عنوان حالا مثلا کیا سورنتو. حالا یک خودروی 6 سیلندر پشتاپ هست که مشکلات مصرف سوخت و اینا هم نداره، مشکلات بنزین. حالا احتمالا راضی خواهید بود. یک سواری نرم و جذاب هست که میتونید در این بازه قیمتی حالا بعضی از نسخه این خودرو رو خریداری بکنید. گزینه بعدی سوزوکی گرند ویتارا هست که حالا این گزینه رو خیلی پیشنهاد نمی‌کنم، اما گزینه هست که در این بازه قیمتی هست و حالا یه سری پوان مثبت داره، یه سری پوان منفی داره و حالا سواری فوق‌العاده خوشی داره. خیلی سوار شدم، تجربه سواری زیاد باش دارم. آزاردهنده است آپشنش به نسبت قیمتی که باش خرج می‌کنم، آپشن خیلی زیاد نداره و حالا مونتاژ کنندش میران خودرو است و حالا مونتاژ درست درمونی بعضی نسخه‌اش نداره و حالا ولی خودروی به هر حال ژاپنی است و اکثر مالکاشون راضی هستن. اما حالا پیشنهاد میشه که این گزینه حالا به هر دلیلی انتخاب نکنید، اما اگر هم انتخاب بکنید آنچنان ناراضی نخواهید بود. حالا این نظر شخصی خودم و حالا گزینه‌های جذاب‌تری هم هست که میتونید جایگزین سوزوکی گرند ویتارا بکنید. گزینه بعدی هیوندای آکورد هست که اونم با مدل 2015 16 17 میتونید در این بازه قیمتی خریداری بکنید. هیوندای آکورد حالا به عنوان یک سدان متوسط که در این بازه قیمتی هست. گزینه بعدی هیوندای آزرا که اونم با مدل 2012 13 حالا شاید 14 بتونید خریداری بکنید در این بازه قیمتی. میگم که این گزینه‌ها که بهتون معرفی میکنم گزینه‌ای هستن که دست دوم هستن و حالا یک مقداری سخت است گزینه ترتمیز جذاب و حالا به درد بخورش رو پیدا بکنید و باید بگردید و خودروی صفر وارداتی هم هست داخل این بازه قیمتی. حالا اونا رو بخرید احتمالا بیشتر راضی خواهید بود. بعد از هیوندای آزرا گزینه بعدی تویوتای جی تی 86 هست که حالا اون گزینه هم گزینه خوب و اسپورتی است که البته نسخه های دردناقونش احتمال زیاد داخل این بازه قیمت باش رو خواهد شد. تقریبا 90% نسخه این خودرو دردناقونه به خاطر اینکه میفته زیر دست جوانا و دیگه شتاب و گاز احتمالا گزینه‌های سالمی نتونید پیدا بکنید، ولی حالا به عنوان یک خودروی اسپورت جذاب که از برند تویوتا هم هست میتونید در این بازه قیمتی خریداری بکنید. گزینه بعدی و گزینه آخر تویوتای آریون هست که حالا من اون گزینه رو به شخص خودم خیلی دوست دارم و اون یک سدانی اگر به شرطی گزینه معقول و نسخه خوبی که در این بازه قیمتی باشه رو بتونید پیدا بکنید و حالا از نظر فنی حالا از نظر کارکرد و اینا سالم باشه، حالا احتمالا بتونید پیدا بکنید و کار سختی نیست. حالا چون دیگه هم تویوتا هست یه مقدار خیال آدم راحت تره و راحت تر میتونه سراغ اون ماشین بره، حتی اگر کارکردش 200,000 تا باشه، ولی خودروی هست که بزرگ هست، یک سدان بزرگه با سواری فوق العاده جذاب و نر. حالا اون خودرو هم گزینه بد و معقولی است که میتونید در این بازه قیمتی خریداری بکنید. بریم برای قسمت جمع. و اما رسیدیم به قسمت جمع‌بندی. بین این گزینه‌هایی که معرفی کردم، یعنی 27 تا گزینه که در این بازه قیمتی 2 میلیارد تا 2 میلیارد و 500 بهتون معرفی کردم، شما کدوم گزینه رو می‌خرید؟ کدوم گزینه رو می‌پسندید؟ یا چه گزینه‌هایی هست که اصلا معرفی نکردم؟ حتما اینا رو داخل کامنت ها بگید و حالا کامنت حمایتی هم باشه، ممنون میشم ازتون که حتما این کار بکنید. اما شما اگر در این بازه قیمتی یک سدان به عنوان یک خودروی صفر بخواید، من بین گزینه‌هایی که بود انتخاب من آرزو 8 تا حالا بعد بودن شرکت چه فاکتور میگیرم و به صورت دست دوم هم بخواید انتخاب من تویوتای آریون هست که حالا اون گزینه رو به شخص بیشتر دوست دارم. و اگر هم یک خودروی کراساور بخواید
صفر کیلومتر انتخاب بکنید. فیدلتی پرستیژ به عنوان دستان بخواید انتخاب بکنید. چایس سورنتو که حالا 6 سیلندر هست و یه مقداری فرق داره. حالا اگر نسخه سالمش در این بازه قیمتی پیدا بشه، شما بگید که کدام گزینه ها بین این 4 تا گزینه بهتر بود و حالا کدام میپسندید، یا کلا بین این 27 تا گزینه. حتما فراموش نشه که لایک رو بکنید، سابسکرایب رو بکنید و زنگولم حتما بزنید که باعث حمایت و دلگرمی ماست، و کامنت هم حتما بذارید در مورد این گزینه‌ها که معرفی کردم، و اگر هم 1% این ویدیو به کار اومد حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. ممنون از همراهی. خدا نگهدار.